به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز. امروز با تدریس فصل سوم از کتاب فهم صنایع رسانه‌ای ترجمه جناب دکتر شاه قاسمی در خدمتتون هستیم. این فصل بیشتر میپردازه به مفاهیم و اصول اولیه مأموریت‌هایی که صنایع رسانه‌ای پس از شکل‌گیری میتونن داشته باشن و اونها رو به سرانجام برسونن. همونطور که در این اسلاید مشاهده میکنید کتاب فهم صنایع رسانه‌ای رو داریم، ترجمه جناب دکتر شاه قاسمی، و برای مرور کلیاتی که در این فصل ما داریم ابتدا باید این مسئله اشاره کنیم که بسیاری از شهرها به دنبال این هستند که اینترنت های پرسرعت رو در سطح شهر دایر کنند و بتونن با استفاده از اون و در اختیار قرار دادن این اینترنت برای شهروندان شرایطی رو برای اونها فراهم کنند که این شهروندان بتونن از صنایع رسانه‌ای به نحو بهتری استفاده کنند. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید بعضی از مأموریت‌های یک صنعت رسانه‌ای میتونه در حوزه تجاری به وقوع بپیونده و برخی دیگر در حوزه عمومی. مسئله اصلی این هست که هر کدوم از این صنایع رسانه‌ای بتونن به آسانی در دسترس مردم قرار بگیرن تا اونها بتونن از محتوای تولید شده و خروجی کار این صنایع رسانه‌ای به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. اما اگر بخوایم مأموریت‌های رایج صنایع رسانه‌ای و رسانه‌ها رو خدمت شما توضیح بدیم، باید اشاره کنم که عمده مأموریت‌های یک رسانه به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم میشه. هر کدوم از این دو دسته مأموریت‌ها در نهایت قرار هست که به 3 تا سوال پاسخ بدن. همون سوالاتی که شما دارید می‌بینید. یکی این که چه کسی قرار هست هزینه‌های این رسانه‌ها رو پرداخت کنه، یعنی در واقع اسپانسری که هزینه این رسانه‌ها رو پوشش میده چی هستش، و اینکه رسانه‌ها در نهایت با تولید محتوای خودشون قرار هست به چه کسانی خدمت بکنن، و سوال سوم اینکه موفقیت این رسانه‌ها به چه صورت حاصل میشه که در ادامه با بررسی مأموریت‌های هر یک از صنایع رسانه‌ای به این سوالات هم در خصوص اون رسانه پاسخ داده خواهد شد. اما اگر مشاهده می‌فرمایید ما رسانه‌های تجاری و غیر تجاری رو داریم. رسانه‌های تجاری رسانه‌هایی هستند که بیشتر بر پایه تبلیغات تمرکز دارند و شکل گرفتن، بیشتر بحث تولیدات اقتصادی و کسب درآمد رو مد نظر قرار میدن، و رسانه‌های غیر تجاری بیشتر به بحث فرهنگ، سرگرمی و جذب مخاطب تمرکز میکنن. در رسانه‌های تجاری هزینه‌ها معمولاً یا از طریق تبلیغات و آگهی تامین میشه، به این صورت که این رسانه‌ها تبلیغاتی رو در نظر میگیرن که لابلای محتواهای تولید شده خودشون منتشر میکنن و بر اساس اونها میتونن هزینه‌های خودشون رو پوشش بدن، یا از طریق پرداخت مستقیم توسط مخاطبان که این بخش دوم بیشتر در کشورهای خارجی رایج هستش، یعنی اشتراک پرداخت میکنن، یک مبلغی رو مستقیم پرداخت میکنن تا بتونن از محتوایی که شبکه‌های مختلف رسانه‌ای در اختیارشون قرار میدن به نحو احسن استفاده کنن. اما رسانه‌های تجاری اگر بخوایم ببینیم که قرار هست به چه کسانی خدمت بکنن، باید بگیم که رسانه‌های تجاری بیشتر دنبال این هستند که یک سود و منفعتی رو برای خودشون به دست بیارن. به همین دلیل خدمات خودشون رو هم بیشتر به مخاطبان و مردمی ارائه میدن که برای اونها آورده داشته باشه، بیشترین سود رو بتونن از این مخاطب برای خودشون کسب بکنن. و اما اگر موفقیت رو بخوایم برای رسانه‌های غیر تجاری تعریف بکنیم، این رسانه‌ها موفقیت خودشون رو بر مبنای سودآوری قرار دادن. یعنی وقتی یک محتوایی توسط رسانه غیر تجاری تولید و منتشر میشه، در نهایت برای اینکه ببینن موفقیتشون به چه میزان بوده، میان میزان سودآوری خودشون رو بررسی میکنن و رسانه موفق‌تر خواهد بود که بتونه از طریق انتشار آگهی یا دریافت‌های مستقیم از مخاطب بیشترین میزان سودآوری رو داشته باشه. در رسانه‌های غیر تجاری ما باید این سوالات رو به چند رسانه تأمین بدیم. در واقع چرا؟ چون به چند دسته هم تقسیم میشن. یکی رسانه‌های عمومی، اجتماعی یا آلترناتیو هست، و دیگری رسانه‌های
دولتی که در ادامه نقش و فعالیت هر کدوم از این رسانه‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی از رسانه‌های غیر تجاری رسانه‌هایی هست که مأموریتش عمومی هست. این رسانه در واقع از طریق مالیات یا کمک‌های مردمی سر پا هست. یعنی اون سوال اول رو اگر بخوایم در موردش پاسخ بدیم، باید بگیم رسانه عمومی با استفاده از مالیات یا کمک‌های مردمی میتونه هزینه‌های خودش رو تامین کنه. به عنوان مثال BBC در بریتانیا یک حق اشتراک سالانه از مخاطبان خودش دریافت میکنه و بر اساس اون هست که میتونه منابع مالی خودش رو تامین کنه. رسانه‌های عمومی هدف خدمتشون عموم مردم هست، یعنی در واقع رسانه‌های مردمی هستن و محتوایی هم که تولید میکنن برای عموم مردم هست. این محتوایی که رسانه‌های عمومی تولید میکنن بر اساس نیازسنجی از کل جامعه انجام میشه، بررسی میکنن که مردم جامعه چه نیازی دارن و این نیاز میاد از طریق رسانه‌های عمومی برطرف میشه. اما رویکردی هست که فقط رسانه‌های عمومی دارن، یعنی رسانه‌های تجاری چنین رویکردی رو برای خودشون تعریف نکردن. موفقیت در رسانه‌های عمومی هم بر اساس میزان خدمت رسانی هست که تعریف میشه. یعنی در پایان وقتی محتوایی در توسط این رسانه‌ها تولید و منتشر میشه، بررسی میکنن که ببینن تا چه اندازه توانستن اون اهدافی رو که برای خدمت رسانی به عموم مردم و جامعه در نظر داشتن محقق بکنن. بخش بعدی رسانه‌های اجتماعی یا آلترناتیو هستش. در پاسخ اون سه سوالی که ابتدا مطرح کردیم برای رسانه‌های اجتماعی باید بگیم هزینه رسانه‌های اجتماعی هم تقریبا مشابه رسانه‌های دولتی هست با یک تفاوت کوچک. این رسانه‌ها از طریق کمک‌های مردمی، حمایت‌های محلی و کمک‌های دولت هست که تامین مالی میشن، یعنی اون بخش حمایت دولت هم اینجا به میون میاد. و خدمت رسانی این رسانه‌ها گروه خاصی از جامعه رو در نظر میگیره. رسانه‌های عمومی همه مردم جامعه رو پوشش میداد، اما رسانه‌های اجتماعی و آلترناتیو یک بخش کوچیک، مثلا اقلیت‌ها یا بعضی از قومیت‌ها، اینها رو مد نظر قرار میده و برای اونها هست که به تولید محتوا میپردازه. موفقیت در این رسانه‌ها هم بستگی داره به اینکه تا چه اندازه بتونن به اون گروه‌های خاص یا اقلیت‌هایی که جامعه هدف خودشون هست خدمت رسانی مفید و مطلوبی رو انجام داده باشن. در نهایت ارائه خدمت که انجام میشه، موفقیت این رسانه‌ها بر اساس میزان اون خدمتی هستش که ارائه شده. بخش بعدی رسانه‌های غیر تجاری رسانه‌های دولتی هستند که یک مقدار تفاوت دارن با رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی. برای پاسخ دادن به سه سوال رسانه‌های دولتی ابتدا باید ببینیم هزینه‌ها چجوری تامین میشه. هزینه‌های رسانه‌های دولتی از طریق بودجه‌های دولتی تامین میشه، یعنی دولت هست که میاد هزینه‌های این رسانه‌ها رو تقبل میکنه و اون رو بر عهده میگیره. در ازای این حمایت مالی رسانه‌های دولتی هم در خدمت دولت هستند، یعنی در واقع تلاش اونها این هستش که دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت رو به بهترین شکل ممکن بتونن پوشش بدن. بنابراین میزان موفقیت این رسانه‌ها هم بستگی به این داره که تا چه اندازه تونستن دیدگاه‌ها و رسالت‌های دولت رو به اطلاع مردم برسونن و مردم رو با دولت همراه کنند. دانشجوهای عزیز، همونطور که اشاره کردیم رسانه‌ها در مأموریت‌هایی که تقبل می‌کنن به دو دسته رسانه‌های تجاری و غیر تجاری تبدیل میشن. رسانه‌های تجاری بیشترین تمرکزشون بر دریافت آگهی و تبلیغات هست و تولید محتواشون هم به دنبال همین اهداف شکل میگیره. اما رسانه‌های غیر تجاری به سه دسته تقسیم می‌شدن: رسانه‌های دولتی، رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی که همونطور که اشاره کردیم رسانه‌های دولتی بیشتر در اختیار دولت هستند و بودجه خودشون رو هم از دولت تامین می‌کنن. رسانه‌های عمومی در اختیار عموم مردم جامعه هستند و هزینه و تامین مالی اونها از طریق حمایت و کمک مردمی انجام میشه. و رسانه‌های اجتماعی روی یک بخش خاصی از جامعه تمرکز دارن، تولید محتواشون برای اونها هست و حمایت مالی هم از طرف اونها تامین میشه برای این رسانه‌ها. اما در مبحث بعدی به سراغ مأموریت رسانه‌ها و صنایع رسانه‌ای در عمل میریم. همه اون چیزی که ما صحبت می‌کنیم بیشتر در زبان و گفتار هست
و در زبان و گفتار میشه خیلی چیزها رو صحبت کرد، در مورد خیلی چیزها بحث و گفتگو انجام داد، اما در میدان عمل هست که یک مقدار تفاوت‌هایی حاصل میشه از گفتار تا عمل و عمل صنایع رسانه‌ای هم به همین صورت هست. یعنی در واقع زمانی که صنایع رسانه‌ای قرار هست پا به میدان عمل بذارن و محتواهای خودشون رو تولید کنن و در اختیار مخاطب قرار بدن، یک مقدار تفاوت‌هایی در چیزی که گفتار اونها بوده با عمل اونها بوده حاصل میشه. باید اشاره کنیم که در نظام رسانه‌ای هیچ وقت نمیشه گفت که همه چیز به صورت 100% طبیعی اتفاق میفته و یک روش مطلق و همیشگی وجود داره که رسانه‌ها بر پایه اون وارد میدان عمل بشن. همینطور که ملاحظه می‌کنید باید بگیم که در میدان عمل صنایع رسانه‌ای معمولاً یک سری عوامل دخیل هستند که ممکنه عملکرد این صنایع رسانه‌ای رو تحت تاثیر قرار بدن. مهمترین عنصر و رکنی که میشه بهش اشاره کرد منافعی هست که در این میون وجود داره و عمده‌ترین این منافع هم متعلق به قدرتمندان هست. حالا این قدرتمندان میتونن هم مباحث مربوط به قدرت حکومتی باشن که عملکرد و میدان عمل صنایع رسانه‌ای رو تحت تاثیر قرار میده و هم میتونن مربوط به قدرت‌های ناشی از کنترل سرمایه باشن. یعنی در واقع اون بحثی که سرمایه پاش به میون میاد میتونه تأثیر بگذاره در عملکرد میدانی صنایع رسانه‌ای. اگر بخوایم یک مثال بزنیم باید بگیم که مثلا عملکرد یک رسانه به عنوان رادیو در دو کشور میتونه متفاوت باشه به خاطر رویکردهای سیاسی، رویکردهای سرمایه‌داری و اون دیدگاه‌هایی که حکومت‌ها دارن. مثلا رادیو در ایالات متحده ابتدا به عنوان یک فناوری نقطه به نقطه مورد استفاده قرار گرفت، اما تدریجاً تبدیل شد به یک رسانه جمعی. مردم ازش استقبال کردن، به سراغش رفتن و در نهایت نقش رادیو در ایالات متحده به یک صنعت تجاری تبدیل شد. یعنی حکومت ایالات متحده صلاح رو بر این دونست که رادیو یک دیدگاه و فعالیت تجاری داشته باشه، در حالی که در بریتانیا مأموریت رسانه رادیو عمومی هست. یعنی شبکه‌ای مثل BBC میاد وارد کار میشه، وارد میدان عمل میشه و با مأموریت عمومی برای عموم مردم محتوا تولید میکنه. اینها نشون میده که مأموریت‌های رسانه‌ای همیشه تحت یک شکل واحد صورت نمیپذیره، بلکه برخی از عناصر سیاسی، اقتصادی و حکومتی میتونه در این مأموریت‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه. دانشجویان عزیز به این مسئله هم دقت کنید که مأموریت‌های صنایع رسانه‌ای همواره با محدودیت‌های روبرو هست. یعنی به این شکل نیست که هر صنعت رسانه‌ای، هر مدل و هر شیوهی که مایل بود میتونه در میدان عمل به فعالیت بپردازه، بلکه همواره عناصری هستند که این فعالیت‌ها رو محدود می‌کنن. اگر دقت بکنید میتونید به این مسئله ببینید که شرایط اقتصادی، سیاسی، حتی شیوه‌های فناوری در عصر دیجیتال و شیوه‌های خلاقانه میتونه بر محتوای رسانه‌ای که توسط صنایع رسانه‌ای مختلف تولید و منتشر میشه تأثیر بگذاره. به عنوان مثال در یک سیستم تجاری اگر شما دقت بکنید یک سری محدودیت‌ها وجود داره که باعث میشه برخی از این سیستم‌های تجاری به سمت مثلا تولید برنامه‌های سرگرمی برن، بعضی‌ها به سمت تولید برنامه‌های اقتصادی برن و رویکردها متفاوت باشه. این رویکردهای متفاوت ناشی از تفاوت در محدودیت‌هایی هست که هر صنعت رسانه‌ای مختلفی با اون روبرو میشه. در تعریف محدودیت‌هایی که برای مأموریت‌های رسانه‌ای بهش اشاره کردیم باید بگیم که این محدودیت‌ها شامل همه انواع صنایع رسانه‌ای میشه، هم صنایع رسانه‌ای غیر تجاری و هم صنایع رسانه‌ای تجاری. اما یک سری تفاوت‌ها در این محدودیت‌ها هم به چشم می‌خوره. اگر دانشجویان عزیز دقت کرده باشند در صنایع رسانه‌ای که غیر تجاری هستند که به 3 دسته تقسیم می‌شدن: صنایع دولتی، صنایع عمومی و صنایع اجتماعی، ما یک تفاوت کوچیک در این محدودیت‌ها میتونیم شاهد باشیم.
که دولتی هستن به خاطر رویکردی که دارند و بیشتر در خدمت دولت هستن ممکنه با محدودیت‌های کمتری روبرو بشن. چرا؟ چون از حمایت دولت میتونن استفاده کنن و رسالت اونها هم بیان و انتقال سیاست‌های دولت هست. بنابراین برخی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و فناورانه ممکنه اونها رو کمتر تحت تاثیر قرار بده. اما رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی چون در اختیار عموم مردم هستند یا مثلا رسانه‌های اجتماعی گروه خاصی از مردم رو پوشش میدن، اینها ممکنه در مأموریت‌های خودشون با یک سری محدودیت‌های بیشتری مواجه بشن و اون تولید محتوا و رسالت اونها بتونه با سختی محقق بشه. در مورد رسانه‌های غیر تجاری هم میشه گفت که این محدودیت یک مقدار کمتر هست، به این دلیل که رسانه‌های غیر تجاری مبنای خودشون رو بر پایه دریافت آگهی و تبلیغات قرار دادن. به همین دلیل از نظر بنیه مالی و اقتصادی در شرایط بهتری قرار دارن و همچنین کاری که برای حوزه تبلیغات انجام میشه در واقع محدودیت‌های کمتر داره، میدان عمل بیشتری داره، اما کاری که در حوزه اجتماعی و عمومی انجام میشه قطعاً محدودیت‌های بیشتری خواهد داشت. در توضیح مأموریت‌هایی که برای رسانه‌ها ایجاد میشه، ما با برخی از سوالات روبرو میشیم که اگر بتونیم به هر کدوم از این سوالات به نحو بهتری پاسخ بدیم، قطعاً میتونیم صنایع رسانه‌ای، فعالیت‌هاشون، میدان عملشون و محدودیت‌هایی که با اون روبرو میشن رو بهتر بشناسیم. همونطور که میبینید در اینجا به 3 سوال اصلی که در تعریف مأموریت صنایع رسانه‌ای با اونها میتونیم روبرو بشیم اشاره کردیم. سوال اول این هستش که پیامدهای اجتماعی تکیه صرف بر مأموریت تجاری چیست و آیا میشه معیارهای دیگری برای موفقیت غیر از سود در مأموریت‌های تجاری تصور کرد؟ یعنی شما به عنوان یک دانشجو باید ذهن خودتون رو ببرید به این سمت که اگر ما بخوایم برای یک رسانه مأموریت، وظیفه و عملکرد رو تعریف کنیم، آیا صرفاً باید بریم به سراغ مأموریت‌های تجاری؟ آیا یک رسانه صرفاً باید دیدگاه خودش رو بر جذب آگهی و تولید محتوا در این حوزه منطبق بکنه یا نه میتونه میدان عمل دیگری هم داشته باشه، در عرصه‌های دیگه وارد فعالیت بشه و از اون طریق بتونه رسالت خودش رو به عمل برسونه؟ و سوال بعدی این هستش که آیا میشه یک سناریو تصور کرد که در اون رسانه‌های عمومی با رسانه‌های تجاری برای جذب تبلیغات رقابت کنند؟ همونجور که در مباحث قبل ما اشاره کردیم، رسانه‌های تجاری مبنای خودشون رو بر جذب آگهی قرار داده بودن، اما رسانه‌های عمومی برای عموم مردم کار می‌کردن. حالا شما به عنوان یک دانشجو تصور کنید که اگر یک رسانه عمومی بخواد رسالت تولید محتوا برای عموم مردم رو در دستور کارش داشته باشه، در کنار اون بخواد به جذب آگهی هم رو بیاره که بتونه بیشتر سر پا بمونه، آیا در جذب آگهی میتونه همپای رسانه‌های تجاری عمل بکنه؟ میتونه با اونها به رقابت بپردازه؟ و اگر این امر ممکن و محقق میشه، شما به عنوان یک دانشجوی حوزه علوم ارتباطات به نظر خودتون چه سناریویی میتونید ترتیب بدید که بر اساس اون سناریو رسانه‌های عمومی بتونن فعالیت‌های خودشون در جذب آگهی رو زمانبندی، برنامه‌ریزی بکنن و بتونن در جذب آگهی با رسانه‌های تجاری به رقابت بپردازن و حتی بتونن در این زمینه موفق هم عمل بکنن. اما سوال بعدی این هستش که با توجه به اون چیزی که ما در این فصل بهش اشاره کردیم و شما با مأموریت‌های رسانه‌ها آشنا شدید، باید بتونید به این سوال پاسخ بدید که آیا میشه یک مدل برنامه‌ریزی برای PBS طراحی بکنیم که بتونیم به بهترین شکل مأموریت اون رو محقق بکنیم؟ اینها به عنوان سوالات چالش برانگیزی هستن که میتونه ذهن شما دانشجویان رو درگیر بکنه و شما خودتون رو موظف کنید که برای پیدا کردن پاسخ این سوالات به کند و کاو بپردازید، مأموریت‌های صنایع رسانه‌ای رو بیشتر از آن چیزی که در این مبحث به اون پرداخته شد مورد بررسی قرار بدین و بتونید در نهایت به پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای این سوالات دست پیدا کنید. قطعاً اگر بتونید پاسخ قانع کننده و راهکارها و راهبردهای عمل شونده‌ای رو برای این سوالات پیدا بکنید، شاید بتوانید در طراحی مأموریت‌های
صنایع رسانه‌ای به خلاقیت‌ها و ابتکارات خیلی خوبی هم دست پیدا کنید. اما بر اساس اون چیزی که ما در این فصل برای شما دانشجویان عزیز توضیح دادیم، میشه به این مسئله اشاره کرد که خوانندگان پس از مطالعه این بخش از کتاب فهم صنایع رسانه‌ای در نهایت به یک درک بهتری از عملکرد رسانه‌ها میرسن. اونها میتونن رسانه‌های مختلف رو دسته‌بندی کنن و با مأموریت هر کدوم از اونها آشنا بشن تا در نهایت بتونن به سراغ انتخاب بهتر خودشون از بین گزینه‌هایی برن که در این صنایع رسانه‌ای با اونها آشنا شدن. همچنین مأموریت‌های رسانه‌ای که ما تعریف کردیم، چه صنایع رسانه‌ای تجاری و چه صنایع رسانه‌ای غیر تجاری، به مخاطب این اطلاعات رو میده که این رسانه‌ها با توجه به رسالتی که براشون طراحی شده قرار هست برای مردم چه محتوایی تولید کنن، قرار هست چجوری به مردم کمک بکنن تا بتونن به اطلاعات مورد نیازشون و به سرگرمی‌های مورد علاقهشون از طریق این رسانه‌ها دسترسی پیدا بکنن. همچنین یک سوال خیلی مهم که بعد از مطالعه این فصل ما باهاش روبرو میشیم این هست که صنایع رسانه‌ای با مأموریت‌هایی که برای اونها تعریف کردیم چطور میتونن به نفع یا به ضرر مخاطب خودشون عمل بکنن. در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ترجمه‌ای که دکتر شاه قاسمی برای این کتاب استفاده کردن، معنای واژه مأموریت رو سرپرستگی تعریف کردن. یعنی شما دانشجویان عزیز هر کجا با مفهومی به نام سرپرستگی هم اگر برخورد کرده باشید، در واقع همون مأموریتی هست که برای صنایع رسانه‌ای به اون اشاره شده و میتونید در اون زمینه و با اون مفهوم هم به دنبال عملکردهای متفاوت صنایع رسانه‌ای باشید. امیدوارم که از مباحثی که در این فصل مطرح شد و در خدمت شما بودیم کمال استفاده رو برده باشید.